در طالور مجلسگاه مؤسسه تعلیمی بین المللی کانتاکت شهر اسفره جلسه سیار یکجایی شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان با شوراهای جمعیتی شهرهای اسفره و کانیبادام در موضوع تهدیدهای معاصر و امنیت ملی تاجیکستان، مشکلات و راه و واسطه‌های پیشگیری آنها دایر گردید. در کار جلسه مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عزیززاده شهرت نرزالله، کاتب هماهنگساز شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان نورعلی سعیدов، نماینده وکالتدار رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان شامودین شریپов، نماینده وکالتدار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برهانالدین جباری، معاون رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوقی، مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عظیمزاده طالبخان ستم‌مراد، نماینده وکالتدار وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ابراهیمزاده ناظم، نماینده وکالتدار رئیس ولایت سوغد رئیس شورای جمعیتی ولایت زاهدزاده دوران عبدالقادر، رئیس شهر اسفره بهاودین بهادرزاده و نماینده وکالتدار رئیس شهر کانیبادام یادگاری فردوس یونس تشریف شرکت و برآمد نمودند. تاکید گردید که با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد پیشگیری گروش جوانان و نورسان با گروه و جریان‌های افراطی، تعلیمات غیرقانونی دینی و پرزور نمودن کارهای تربیوی و فهماندهی مخصوصا در بین نورسان و جوانان در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی، آموختن علم و دانش، کسب و هنر، آداب و اخلاق حمیده و احترام و رعایت قانون تربیت کردن آنها تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌شوند. برآمد کنندگان ضمن کلامرانی به مسائل حفظ سرحدات و مقدس بودن مرز و بوم وطن، پیشگیری غایه‌های افراطی توسط شبکه‌های اینترنتی، بلند برداشتن حس مسئولیت شناسی و وطنخواهی جوانان و نورسان، راه ندادن به تعلیم غیر رسمی دینی، برگردانیدن نفرانی در مکاتب دینی خارج کشور غیر رسمی تحصیل داشته داخل کردند. ضمناً گفته شد که کنون در سراسر جمهوری روند سازندگی و آبادکاری به طور بی‌سابقه وسعت پیدا می‌کند. مردم تمام امکانیت و کوشششان را به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روانه کردند. زیرا جمهوری تاجیکستان محض به شرافت استقلالیت در عرصه بین المللی مقام شایسته پیدا کرد و همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی اعتراف گردید. امروز از هر فردی وطن دوست و با ننگ و ناموس جامعه بیش از پیش تقاضا می شود که با درک مسئولیت شهروندی و نیروی دوچند وظیفه خود را در نزد خلق و وطن ادا نماید و در این روند نقش شوراهای جمعیتی باید نظررس باشد. من بعد چندی از شرکتداران به مذاکره برآمده پیرامون موضوع بررسی شونده فکر و اندیشه های خود را ابراز نمودند. در آخر جلسه سیار یکجایی شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان با شوراهای جمعیتی شهرهای اسفره و کانیبادام قرار داخلدار قبول کرد.